دونه دونه ها رو پاک کنید با فتوشاپ. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید دانشگاه علوم پزشکی دیگه تو ذهنتون دانشکده ها به ذهن نمیاد، به طور کامل میبینید. گرفتیم چی گفتم؟ خدا رو اگه بخواید کل دنیا رو اینجوری به ذهن بیارید خدا رو دیدید، ولی گفتم با ذهن نمیشه. مثال دیگه بزنم. هر کدومتون یه کوزه پارچه آب آوردید، این پارچه منه، این پارچه ایکس، این پارچه گریگ آوردید. پارچه هر کدوم یه پارچه آبه، ولی همشون رو میریزید تو یه استخر میشه همه این آبها. اینجا دیگه آبها قابل تشخیص نیست. آب آقای ایکس با گریگ قابل تشخیصه. این مجموعه آبها میشه خدا. اونایی که تو کوزه کوزه بودن میشه موجود، من، تو، او، ایشان. اگه ما این کوزه های خودمون، اون قالب های خودمون، اون محدوده، کوزه آبو محدود کرده بود دیگه، اگه محدوده های خودمون رو به هم بزنیم، همه خدا میشیم.